حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موحدی امام جمعه عزیز شهرمون که این توفیق رو نصیب بنده کرد و دستور دادن که در محضر شما حاضر بشم و امیدوارم که خداوند از حضور ما در این لحظات و تصدیقی که برای وقت شما میکنیم راضی باشه. قطعاً حضرت امام در حدی از مقام وجودی و فلسفی در دنیا هستند که شخصی مثل من توان بیان و توصیف این وجود مقدس رو نخواهد داشت. ابعاد گوناگون حضرت امام بسیار بالاتر از اون چیزی است که من بخوام ازش تعبیر و تعریف کنم، اما به دلیل امری که فرمودن من بیشتر مصداقی و با ذکر چند مصداق یادی از امام راحل صلوات الله و سلام علیه خواهم کرد. غور در زندگی حضرت امام از خیلی دوره جوانیش نشون میده که حضرت امام هرگز هدف اصلیشون رو فراموش نکردن. آنچه که علم آموخته بودن در قبال فقه جعفری، برقراری یک حکومت اسلامی با پایه‌های فقه جعفری بود و این معنا به هیچ وجه در طول عمر با برکت حضرت امام جاشو با هیچ هدف دیگری عوض نکرد. در قبال این هدف هرگز مماشات نکرد. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی به عنوان شاگرد کنار حضرت آیت الله حائری یزدی بودند، بنیانگذار حوزه علمی قم، این رو به طور مستقیم با یک واسطه از حضرت امام شنیدم. به قدری به آیت الله حائری یزدی نزدیک بودند که حضرت آیت الله حائری یزدی شوخی‌های به هر حال روحانی معابشون رو هم با ایشون انجام میدادن و در همون موقع برنامه ریزی حوزه علمیه اگرچه از نظر فقاهت به عهده حضرت آیت الله حائری بود، ولی از نظر مدیریتی و چگونگی تربیت رو امام در اون سن پایین برنامه ریزی میکردن و به آیت الله حائری حتی با ذکر جملاتش میتونیم این رو ذکرش کنیم. یا بعدن که حضرت آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه رو محور کسانی که رفتن بروجرد و از حضرت آیت الله عظما بروجردی دعوت کردن بیان در قم مستقر بشن و حوزه علمیه رو شکل بدن، حضرت امام رحمت الله علیه بود. هدفی رو که بیان کردن از این کار این است که می‌خواهیم مدیریت شیعه رو در حکومت نهادینه کنیم. ببینین هدف این نبوده که شاه رو ببریم، اون میشه هدف ثانوی، میشه هدف حاشیه‌ای. هدف این نبوده است که حکومت پهلوی رو واژگون کنیم، اون هدف خیلی کوچک و جزئیه. هدف اصلی برقراری حکومت بر اساس دستورات معصومین سلام الله علیهم اجمعین بوده و این معنا رو به حضرت آیت الله عظما بروجردی منتقل کردن. تبیین مصداقی که میشه برای این قضیه بیان کرد این است که آیت الله عظما بروجردی 2 بار نماینده برای ملاقات شاه فرستادند و پیام‌هایی رو برای شاه ارسال کردند. هر 2 بار حضرت امام رحمت الله علیه نماینده آقای بروجردی بودند برای رفتن پیش شاه. یعنی اینکه شخصیت حضرت امام و دیدگاهاش به حدی شکل مناسب و استواری داشت که آقای بروجردی برای دفاع از فقه شیعه ایشون رو باید به عنوان نماینده پیش طاغوت بزرگ بفرستن. خاطری از این زمینه رو عرض کنم خدمتون. حضرت امام برای رفتن به کاخ نیاوران پیش شاه با اتومبیل حضرت آیت الله عظما بروجردی که یک بنز مشکی بزرگی بوده رفته بودن. در داخل کاخ نیاوران از امام ایراد میگیرن، میگن باید شما پیاده شین و با ماشینی که شاه فرستاده وارد کاخ بشین.
حضرت امام به راننده دستور میدن دور بزن برگردیم. با التماس امام رو میبرن با همون ماشین خودش، همون جوری که دلش میخواد، و امام میرن اونجا. امام در حضور شاه ننشستن، در حضور شاه دست ندادن، در حضور شاه نایستادن. فقط آنچنان که لازم است به محض اینکه شاه پیداشون میشه فرمان حضرت آیت الله بروجردی رو اعلام میکنن و برمیگردن. این شخصیت قرار نیست وارد مذاکره با شاه بشه راجع به مسائله‌ای که هدفش تعیین کرده. هدفش مشخصه، توانمند کردن جامعه اسلامی برای به دست آوردن حکومت شیعی، و این هدف از هیچ وقت تغییر نکرده. چرا حضرت امام رحمت الله علیه روز 15 خرداد رو به عنوان روز تحول در ساختارهای اجتماعی اسلام تبیین می‌فرمان و برای همیشه عزای عمومی اعلام می‌کنند؟ چون اون کلیدی که امام نظرش بود که توسط مردم زده بشه و چراغی که قرار بود به وسیله مردم روشن بشه در این روز روشن شده بود. در عاشورای سال 1342 تجلی پیدا کرده بود. حرکت مردمی بود، ساختارمندی های سیاسی نبود. مردم به حدی از بصیرت رسیده بودند که مرجع تقلیدشون رو به عنوان ولی و به عنوان اولا انسانی که میتواند هدایتشون کنه پذیرفته بودند. به همین جهته که امام میفرمان روز 15 خرداد رو برای همیشه روز عزای عمومی اعلام میکنم که ما توجه کنیم که چه اتفاقی افتاده و چرا این اتفاق افتاده. این امامی که به این زیبایی هدف حکومت شیعی رو وقتی کتاب حکومت اسلامی نوشته شد ما محصل بودیم. واقعا خوندن این کتاب رو حتی همین الان هم توصیه میکنم جوانها باز بخوانن، اگرچه الان صاحب حکومت اسلامی هستیم الحمدلله. ولی وقتی نوشته شد زمانی بود که حضرت امام، یعنی کسی فکر نمیکرد که این اتفاق باید در کشور شکل بگیره و ما صاحب حکومت امام اسلامی بشیم، اما چارچوب روشنش رو طراحی کرده بودن. هیچ وقت امام از این هدف عقب نشینی نکردن. نه برداشتن شاه، نه خروج آمریکایی ها، نه آدم های ملحد رو دور کردن، نه ساختار سیاسی درست کردن. هیچ کدوم هدف در طراحی برنامه حضرت امام نبود. فقط برقراری حکومت اسلامی، اون هم با ساختار شیعی. چون این آدم قدرتمندی که وارد این گونه میدان مبارزه شده یه بعد دیگری داره، بعد مهربانی هاش. من یکی دو تا مصداقم از مهربانی های امام بگم. کدوم یکی از ما به همسرمون میگیم ای نور چشمم، الهی قربانت بروم، الهی تصدقت گردم، ای روشن کننده دل من؟ واقعا کدوم یکی از ما این جملات رو برای همسرمون به کار میبریم؟ حضرت امام در قبال مسئولیت پذیری اجتماعی که به اون عظمت در قبال اهدافش تعریف کرده بود، مسئولیت خانوادگی رو از دست نداده بود، مسئولیت در قبال همسرش رو از دست نداده بود. یک خاطره دیگه عرض کنم. اولا شما میدونید که امام در نفر و شاتو پاریس که مستقر شدن، حتی سالهای بعد که ما رفته بودیم نفر و شاتو، مردم از امام تعریف میکردن. شما باید شخصیت‌های اروپایی ها رو بشناسین تا بدونین که مثلا 10 سال 20 سال بعد که از امام تعریف میکنن یعنی چی. تعریف میکردن از امام و حضور امام رو در نفر و شاتو گرامی میداشتن، در حالی که اونجا محل رفت و اومد شده بود، شلوغ شده بود، دردسر داشت، ممکن بود هر آن پلیس بریزه، اتفاقی بیفته، ولی همه از امام راضی بودن. چرا راضی بودن؟ چون امام برنامه‌ریزی عملی مناسبی برای مهربانی کردن به اینها داشت. امام در تمام اعیاد اونها، من جمله چون برخورد کرده بود با اعیاد کریسمس، گل و شیرینی به در خونه همه همسایه ها فرستاده بود.
حالا نعوذن بالله اگر ما با یه ارمنی در تماس باشیم فکر میکنیم باید باشیش کاری نداشته باشیم. اما خاطره شیرین‌ترش این است که روزی عده‌ای از زنان ایرانی با حجابی که به اون روزهای پاریس بخوره به محضر امام اومدن. آقایی که این موضوع رو تعریف میکرد گرداننده اون جلسه بود و از نزدیکان حضرت امام رحمت الله علیه. فرمودن ما همش نگران بودیم که اینا با این قیافه ها و با این حجابا میان خدمت امام، حالا امام چه کار میخواد بکنه و چه جوری میشه و بده و زشته و اینجور چیزا. جلسه 2 ساعته‌ای که امام با اینها داشت تمامش رو به صورت شوخی کردن و ملاح و حرف زدن‌های شیرین با این خانم‌ها سپری کرده بود. به حد تعجب آوری یکی از این خانم‌ها که بعداً هم خودش در کتابش نوشت به امام عرض کرده بود که آقا من دلم میخواد همسر شما بشم، من به عقد شما در بیام. امام فرموده بودن نه، من دعا میکنم که شما خداوند یه همسر خوبی نصیبت بکنه. تکرار کرده بودم. ببینین امام عصبانی نشده که حالا یه دختر جوان میگه میخوام من خانم تو بشم. گفتن نه من الحمدلله یه خانم خوب دارم، من دعا میکنم که تو هم. و اون خانم بعداً در خاطراتش نوشت که من یک همسر بسیار خوبی گیرم اومد که مطمئنم دعای امام پشت این انتخاب بوده. این شخصیت که در قبال مسائل اجتماعی به اون سختی و با اون شجاعت و شهامت میایسته و طراحی ساختار حکومتی شیعه رو در دنیا میکنه، در قبال بانوان الفاظی رو به کار میبره که واقعا اعجاب برانگیزه. این نشان از ابعاد اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه داره. شما هیچ وقت از امام مماشات ندیدید، هیچ وقت. ببینین حالا به طور خصوصی عرض میکنم، در محافل خصوصی اگر کسی حضور امام شرفیاب میشد، مثلا یک انگشتر طلایی دستش بود یا یک چیز طلایی به گردنش آویزون کرده بود، امکان نداشت امام ساکت باشد. آقایی که اونجا حضور میگفت محکم میزد پشت دستش، میگفت این چیه، اینو در بیار. یعنی حکم اسلامی رو، حکم الهی رو وقتی حکم است که امام میشناسد کوتاه براش نمیاد. در حالی که ما ممکنه فکر کنیم مقلد امام هستیم ولی خدای نکرده به این زیبایی نقاط ضعفمون بپوشونه اون عظمت وجودی اسلام رو که بایستی رعایت بکنه. خب این وجود مبارک وقتی که میاد با دست خالی کشوری رو که پر از قدرت‌های جهنمی هست و حتی توان اندیشه از کشور سلب شده و اندیشه مدیریتی در کشور به حد صفر رسیده و هیچ ساختار مدیریتی برای جایگزینی و استحصال حکومت وجود ندارد. معمولا جایی که شلوغ میشه، انقلاب میشه، کودتا میشه، یک حزبی، یک چیزی پشتش هست، قبلا آدماشو تربیت کرده، معلومه کی وزیر میشه، کی وکیل میشه، کی مسئولیت میگیره. نظام انقلابی ما که اصلا همچین خبری نبود. من جوانترین مدیر جمهوری اسلامی بودم در بهمن ماه 1357، 21 بهمن، یک روز قبل از پیروزی انقلاب مدیر شدم. تا روزی که پشت میز مدیریت نشستم حتی یک روز به یک اداره‌ای نرفته بودم، سر نزده بودم به یه اداره، تا چه رسد که کار اداری بلد باشم. بقیه مدیرام همینطور. ولی ملاحظه می‌فرمایید که به هر حال الان تنها قدرتی که در دنیا مطرحه و در ساختارهای جهنمی و در ساختارهای شیطانی سیاستگذاری‌های بین‌المللی مورد مداقه قرار میگیره حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت‌ها و ساختارهای وابسته به اونه، مثل سازمان حزب الله، مثل این بخشی که اخیراً در سوریه شکل گرفته، مثل گروه‌های تشیع‌گرا در عراق. دنیا اصلا غیر از این مسئله‌ای نداره و ما هم غیر از مسئله خودمون مسئله‌ای نداریم. این قدرت و این عظمت نه به تیر و تفنگ ما مرتبط است، نه به نیروی انسانیمون مرتبط است، به اندیشه ما مرتبطه که اندیشه ما منبعث از اندیشه بزرگ حضرت امام رحمت الله علیه هست.
علت این که دنیا فهمیده با ما مخالفت میکنه اینه که فهمیده ما صاحب چه اندیشه‌ای هستیم. حدود 100 سال پیش ساختار اندیشه‌ای کمونیسم در جهان شکل گرفت. حدود 70 سال پیش حضرت امام در دست نوشتهشون نوشتن که این اندیشه ماندگاری ندارد. حالا 70 سال مردم رو گول بزنه، خب بزنه. الان جهان دنیا و واقعا برنامه‌ریزی های سیاستگزاران بین‌المللی آگاهی دارن که اندیشه امام ماندگار است. اندیشه امام رابطه با اندیشه الهی دارد و همین جهت نگران هستن. بالاخره اونا مطامعشون در این هست که ما اسلامی فکر نکنیم، ما نه، دنیا اسلامی فکر نکنه. و امیدوار هستیم که ما با تبعیت درست از حضرت امام رحمت الله علیه و تقلید مناسب از ایشون و امروز هم با گوش به فرمان بودن به جانشین به حق ایشون بتوانیم این ساختار رو به حدی خوب در دنیا معرفی کنیم که انشالله ادای دین کرده باشیم. 3 مؤلفه بزرگ اجتماعی هست که این 3 مؤلفه بازتابی از فرمایشات حضرت امامه و خیلی آسانه برای اجرایی کردنش. اگر ما گوش به این 3 تا مؤلفه بدیم سختی کار نخواهیم داشت. یکی گوش به فرمان ولی فقیه بودن. ببینید امام نیامدن تفسیر سیاسی راجع به ولایت فقیه بکنن. فرمودن ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هست صلوات الله و سلام علیه. این مصداق اول حکومتگرایی ماست. اگر این که حکومتگرایی ما بر این مصداق پایه‌گذاری بشه ما یه مسلمان درست حسابی هستیم، اگر نه انحراف داریم. دوم بحث قانون اساسی و سوم قانون‌های مصوب مجلس شورای اسلامی. وقت اذان است، من وقت شما رو دیگه نگیرم. دعا کنیم از این که خدایا سپاسگزاریم به درگاه با عظمتت که ما را در حکومت امام خمینی زنده نگه داشتی و توفیق دیدن این حکومت رو به ما دادی و از پیشگاه با عظمت و کرامتت می‌خواهیم به ما کمک کنی که شیعه مولا امیرالمومنین بمانیم و مقلدی از امام و رهبری باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.